وزید کشور ما گم بزنم. وقتی که ما اینجا اومده پلیس ما را زنگ میزنن که بیا اینا را پراکنده کنیم. ما وطن ما دوست می‌داریم. با یک آواز ما وطن ما دوست می‌داریم. ما وطن ما دوست می‌داریم. زنده باد ای وطن. تاجیکستان آزادی باد. ما وطن داریم. ما وطن داریم. ما وطن داریم. گپ زنم اونها در اونجا آزاد باشن. ما اگر آمدیم ترکیه ما را جواب نداد، اینجا جوانا ما الکی موقع خودمون مشخص میکنیم که ترکیه با تاجیکستان چقدر دوست است. آیا واقعا ترکیه تاجیکستان رفیق استراتژی تاجیکستان هست یا نیست، یا که امنیت و ثبات تاجیکستان را میخواهد یا نمیخواهد؟ ما میخواهیم که موقع خودمون مشخص کنیم نسبت به حکومت ترکیه. هدف ما همینه. اگر نه ما خلاصه میگیریم. خب همین اون با اتحاد اروپا نامه نوشته بودید و با سفارت ترکیه میگن نامه چه نوشته شده؟ با پاسپورت ترکیه ما نامه ننوشتیم، اما وقتی که ما در صحیفه چند بار ما اتحاد اروپا رفتیم که اونا دیدن که وای کردن گویا پگاه در ترکیه چخیلی که در فیسبوک اعلان کردن میخوان با ضد حکومت تاجیکستان تظاهرات کنن. ما اومدیم نزد پاسپورت ترکیه که باید در اونجا نمونه تظاهرات کنن بلکه اونها را به تاجیکستان برگردونیم. ما چخیلی اعلام میکنن که ما در ترکیه چیکار میکنیم با ضد حکومت تاجیکستان تظاهرات میکنیم، در حالی که ما در بازم دوستان تکرار کنم با من تکرار که در جستجوی پلیس بین الملل هستم که با دلیل های منطقی و قانع کننده اونها به ملت ما خیانت کردن. به همین خاطر من همچون یک جوان تشبسکار ای همه جوانایی که اینجا آمدن خواهش می‌کنم که با یک آواز ترکیه ترکیه خائنان را برگردان، ترکیه ترکیه خائنان را برگردان. چی نیست که ما مراجعت کردیم، ما با واسطه دوستی صلح دوستی ما مراجعت رو پیشنهاد کردیم و اون نفرانی که از بیرون بر سر دولت ما سنگ معلومات زده ایستادن برای یک پول کوچک دولت فروختن، همون نفران خواجه‌های خارجیه که اون به اونها پول میتن و مبلغ جدا میکنن میدونن که اونا یک روز نه یک روز همین نفران خواهی که ملت خود فروختن اونا را میفروشن. برای خاطر یک واسطه است که اونا را استفاده میکنند و خلاص. این چیزی که هست همه تاجیکان دنیا باید نفرانی که بر ضد حکومت هستند باید این را دانند که اونها ناحق هستند و ما جوانان این را امروز در نزد شبکه‌های اینترنتی ما این را علاقه چیکاریم اثبات کردیم که ما آزاد هستیم. ترکیه ترکیه خائنان را برگردان. چرا آنها در سفارتخانه میشینن برایم و سوالهای ما پاسخ گردانند؟